موسیقیت خوانده شده تبدیل کنید. خیلی اگرون اول شعر دوست داشته تا بخوام کن خیلی میتعلق یوم زیدی دنیایی شنبه شدم سرسبز در آغوش مهرت تو دل در سینه ام جان شنبه شاه دارم افسر دارم و این مملکت نیست تاج تخت شکر نیست بابا اسب سیاه یک مرد بر نزد همسایه‌اش می‌آید و می‌گوید که بیا همون اسب دامون در سامان در کار از همون اسب می‌گوید که اسبم سیاه است. بعد شما می‌گوید که اسب سیاه است. زنی نبودم همین قدر بخونه بعد از آن برخاست از می شاه کرد شاه را زان شمه آگاه کرد گفت تدبیر آن بود کان مرد را حاضر آریم از پی این درد را مرد زرگر را بخوان زان شهری از دل و جان درازی بعد گوش کن یک داستانی بچگانه بگم برش زنبور بود یک روز هنگامی بهار زنبور را فرمود مار در رو بی رو زردی مخو از بحر من چشنی بیار رو نیزم در رندر انا که درازه یم ساعت میسته میدونش انا چی را ای شاهنامه رو چی بگم داستان ابوالقاسم فردوسی داستان رستم و شغاد آغاز داستان کنون کشتنی رستم آریم پیش زی دفتر هم یه دون به گفتار خویش یکی پیر بود نامش آزاد سر که با احمدی سهل بودی به مرو کجا نامه خسروان داشتی تن و پیکری پهلوان داشتی نژاد بسه داشتم رزمی رستم بیانی باسان بگیتی بماند زی من داستان کنوک آن که بیند کلاهی ورا همان بارگاه و سپاهی ورا مالی سوال که حیدری قول جنوب شعری زنده باشی سروری عالی جناب رنج بردی خدمت کردی به مردم به حساب دور باشی از بلا و از همه رنج و عذاب خدمتت را دیده مردم گفت این را در جواب زنده باشی سروری عالی جناب بعد آدینه عذاب خلاص شم گفته چیکار میکنه خودش را ببینی استاد صدرالدین عینی چی نوشته استاد صدرالدین عینی ایامی اول سهرگاهان از صدرالدین عینی سحرگاهان که بلبل در نوا شد گل از شادی شکفت و غنچه وا شد شما ای بلبلانی باغ مکتب سحرگاهان چرا خوابید هر شب در وصف دهقان به قلم کدام شاعر نوشته شده است آن که هر ساعت 200 خیروار تقدیم میکند آن که با حرمت با اخلاصی تمام میپرستد زندگی را کار را سجده میآرد زمین و آب را هر نهال پخته پربار را سیفی چند شعر تاجیکستان از حدیثه قربان و تاجیک به احسانی تو را دوست دارم هر نهال سبز تو روی خط ادبیاتایی که پیشنهاد کرده هم همه را میدونید چون که همونجا از روی همین میپرسد شما این همین تزبیه که چیستون و ها کتابایی که خونده اینجا روی خط پیشنهاد کرده همه را هم شرزیات میدونید خط بوارید رمزیه همجا بگیرید نام بردار نه این جامعه سلیمان ایستاده بود ناگهان یک مرد را دید در تنش یک جامعه خیلی زیبای دور دیم دا با ما مخره میبینیم آفرین شیر آواز بوای بخیزه همه توفیش همه کسی خب مرحمت گه موسه تحصیلات میونه امی رقمی 3 میباشم نایت همه بود ناحیه وقت
تو چند کتاب خونده، چند شعر ازت داده، چند چیستان میدونی، نمینات ادبیات بچه بونه. شعر مرثیه از مولانا جلال‌الدین محمدی بلخی. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من نگیری و مگو دریغ دریغ، به دامی دیو درفتی دریغ آن باشد. بیشتر بود کی نوشته است؟ با قلم کی است؟ با قلم آفرین. در صحرا به لیلا بگیرد ابر برگردون، بسانی دیده مجنون رخی گلگون. مادرم با قلم کدام شاعر نوشته شده است؟ عبید رجب. در آزمون ادب دیگر دمیشه حرکت کنید قلم دارید. مرغ چون البرکوسه هیلگر و نفس زهر. همون موری پیچونه چقدر مضمون داره؟ افسانه موری پیچون بود نبود، یک مرد ثروتمند بود. او یک پسر چی؟ دیمش چی بود؟ هیلگر. درباره هیلگر چی میکنید؟ مردم رو فهم میکند و از آنها دزدی میکند. با فکر تو همین کار کردن در خود در زندگی؟ نه. گلوده مرزین در باغچه رقم 6 به نام سفردار. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خور. داستانی داستان از شعر غفار میربودگار بود. پلیس نبود شدگار بود. در یک زمان در یک مکان شاهی خلایق مار بود. آفرین. یک شعر کودکانه رو خیلی درازی بده نشمید. کودکانه و قیچی برید تو کتابه. اگه گرسنه آب تو نمیگفتن، نونگاه از کنج خونه کتاب که میافتن. این کتابی افسونه بیرو با همه خونه، آخه چی خیلی میخونه الف برو ندونه. نجبالی و نوریسا با آهوا یک حرفی از مشت یک میماند با ناگهی داد آمد بداد یک. قدردین یک آنچه ای رفیقان درس خوانیم، و بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خور گردد. یک کدام کتاب شد؟ از تحصیل؟ از کتابی؟ خب آفرین. برای شما خود انا که گوش کن. مادر آفتابه کن. نه اول معرفی کن. من زمین داده ابلا هستم، دایی مدرسه تیارم، فرزندی کلونی پدر، همگل مادر. در باغچه لقبی یک میخونم، سیل و افسانه ها میدانم. در آینده میخواهم دکتر شدن. چی را بگویه؟ تو چی میدونی گرزه؟ چی میدونی گرزه؟ بگو. آفتابکم چگونه مثل گلی بابونه، سفید و نازنین آجدانی مهمانی. برای پیشروی میلاد یا تخیل. احسای خوبی ما، صحبت محبوبی ما، همیشه همخوای ما. برای ما کودکان هستی تو پدری جون. بیشتر بیار یک پادشاه، آن پادشاه یک معلم با مهارت داشت. یک روز مناجی میگوید فلان روز و فلان ساعت اثر تو فلان میآید. پادشاه از این خبری منجم شد گفت ایلوشش را مییابم. امیر اکرم سینانی یک وقت میپرسم من زیاده از 50 افسانه 5000 مصرع شعری 20 مصرع رباعی 50 مصرع رباعی 20 افسانه 20 چیستا
داستان 20 حکایه 20 ضرب المثل و 25 داستان مال از تو؟ بر بودم. هم میرونه رو خیلی یعنی تو میخونم خب شعر ادبیات کدوم نمیدونی خب هنی چی میدونی شعر رو یا شعر دختر خون یک شعر دوست شده ای مونده قدم براهی مکتب عالیست مقام و جوهی مکتب مکتب سببی حیات باشد مکتب سببی نجات باشد مکتب به تو عقل و هوش بخشد مکتب به تو شهد و نوش بخشد بعد از جنگ به خانهاش برمیگشت در راه به پیرزن بو میخورد و پیرزن به اسکر گفت وای اسکر موزه های سرخی شب زنم ملابس حرکت موافق همیا هم اشتراکی و همون قضمون ای مادری من ای مهربانم نام خوشی تو ورد زبانم مهر افتدایی در جسم و جانم ایدن مبارک من در بری تو آزاده رستم مهر دل خود بر تو ببستم باز چی میگی؟ از پسرک بود هنگامی بازی از دامت یا او را به مادرش نشان داد بود مادر جان موافقت بکنید خب دخترکی قبول گاه مادر پستان چکا بری گهواره من دیدا میشه از تو گفتن یک حرف و دو حرف بر زبانم جور از تو میتی خوب یعنی خیلی نادان بود خود ارزشها کی جان از جان اون یک انا ملابس محبوبی چی جانانی پدر جان گلی عشقی دلی جانی پدر جان به چشمی من هر چیزی که گویم که خوب از این افسانه میدونی؟ خنی افسانه تا بگو زمان دو بودیچه میزیستم نامشان دونو یک بالو یک بود آنها در دو کنار یک دوی میشترانده خب قبول اشباوی میلت آورده صلح و وحدت امام علی رحمان تاج سمان بر سرت هر جا باشد همیشه خدا باشد راهبرت ما کودکانی دانا مینت داریم از شما چون که برای مایم نامیناسیون ما یک ادبیات بچگانه را معلومه پورا ما دریافت کرده تونستیم دیگه نامیناسیون پدرم به مکتب بودم و من تو باید 4 ماه 4 هفته‌انه بودی که تو پدرت به مکتب بود دیل من با تو سوخت من تو از اونجا آورد مکتب تو 6 ساله شده باید خونی و به 50 سالانت برسی من با پدرم در یک دست هم کوچه و مویز گرفته من با پدرم به مکتب پدرم گرفتن و شبها بری گوهره من یک حرف دو حرف بر زبانم خان لبه بیپیشه سیدانه چیزه لبه سیدانه چیزه باید تلگه من یا تزگیه نمیستم انا اخی آن همه دور است مرجان الان خبربر و خبریار به هم مرجان در کار تلفن یک چیزان را خدایا سبرینا من زیاده از 10 کتاب را از بر نمودم بیا کتاب کتابی مرغ مرجان فصل بهار بود مرغ مرجان 5 دانه تخم گذاشت بین سبز زاران بزغال تازان آمد آنها را دید و گوی میمون بچه شابونه ها بسیارا بحری وقتی نارن میشود نبریستر مرد روی دفتر میزنم موساران پای در آبی کبوش دامن گذار کفتن میزنم موساری نار بد ناراسته برد را باده بشن از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی چند بطر کتاب
مو بسیار فرق کنم همه مقدار کتاباتان زیادتر کنیم. عثمان اخترستان اختری من در فضایت تاجیکستان مزرعی سرسبزی دهقان خاکی زرخیزی زرافشان سرزمینی رادمردان تاجیکستان کنم شکری کم و بسیاری تو میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو از تو من سرور نمیخوام با خس و خورت برابر زندگی بیشتر بخونیم مایه منال مکتب میشه؟ این مکتب تاجیکستان پرچم تاجی سر است پرچمی تو از همه بالاتر است پرچمی تو پرچمی عدل است و داد خودی رفش قوه آهنگر است گزند و محکم و تا باور است از میان خلق گردیده بلند زین سبب بر پرچم تو باور است زم که چون نبض ساعتی دیوار است من خواب و دلم تمام شب بیدار است اوبخ مرا به اقربک حکم ازل تا داشت من از هستی من این دور است دانه چو در زمین پنهان شود سری او سرسبزش بستان شود خاندان گوهری هر دو چشمان آسایش دل و جان پدر جانی مهربان در دل و دیده جای قوت قلب ماید غلام کمر بسته کشیده نشسته جا بینشتن جارو ببوشد دارد و آدم نه شاخ دارد و گاو نه جا بینشتن بوز ببوشد از بالا می افتد نمیشکند از درخت می افتد میشکند یگون شعر بگو چهار میشه گل خوشبوی در همام روزه رسید بر دستی محبوب به دستم بعد او گفت مشکی یا عبیری که از گلی دلاویزی تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم کمالی همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم